سلام بینندگان عزیز، امروز پنجشنبه دهم اکتبر است و ساعت به وقت شهری پراگ رسیده. حالا فرصت اعلان سرخطی موضوعهای برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا یک در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب میتوانید تماشا کنید. کورت به جای کتاب و دفتر. در زد و خورد نوبتی دانشجویان در شهر دوشنبه یک نفر به هلاکت رسید. به مرگ جوانی 17 ساله زخمی کورد سبب شد که از سوی همسبق او به قفس سینه‌اش زده شد. گمانبر در این کشتار جوانی 18 ساله حالا در حبس پیشکی قرار دارد. همکاران ما تلاش دارند تا شروع برنامه جزئیات این حادثه را معلوم کنند و به شما پیشنهاد خواهیم کرد و همزمان می‌بینیم که چرا با وجود بیشتر شدن به قبل کارهای فهماندهی از طرف مقامات انتظامی این گونه جنایت‌ها میان نسل نورس و جوان به خصوص با استفاده از کارت کم نمی‌شود. بیماری و بسیار وزنی از غذای ناسالم و یک رنگ. مقامات در تاجیکستان از ویران شدن ترکیب غذای ساکنان ابراز نگرانی میکنند. متخصصان میگویند ساکنان هنگام استعمال به غذاناکی خوراک اهمیت نمیدهند که باعث بسیار وزنی و بیماری های مختلف می شود. در نوبت خود ساکنان به ترکیب غیر طبیعی بعض مواد خوراکی اشاره میکنند که قسم آنها از خارج کشور وارد می شوند. اما حق به جانب کیست؟ در برنامه خبری با کمک همکارانمان این مسئله را بررسی میکنیم. ما را همراهی کنید. در برنامه این گزارش را خواهید دید. اگر برنامه امروز ما را تماشا کنید درباره امام مسجد برای شما نقل میکنیم که بعد نماز در تالار ورزشی به دهها شاگردش یک حربه جنگی کونگفو را تمرین میدهد. این امام میگوید طاعت و عبادت و ورزش از مشغولیت های مهمترین به خاطر حفظ سلامتی جسمانی و ذهنی انسان می باشد. فکر میکنم این موضوع برای شما بینندگان عزیز جالب است و در برنامه با ما می پیوندید. دیروز عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه شروع شد و کشورهای عالم با آن علاقه واکنش نشان دادند. در این باره در برنامه و تفصیل اطلاع خواهم داد و همزمان آنهایی را که میخواهند از جزئیات راه یافتن زنان ایرانی به تماشای بازی فوتبال آگاه شوند با تماشای گزارش مفصل در این باره دعوت میکنیم که علاقه در آزادی ویدیو گذاشته شده است و در این شب و روز ادامه موسم تیرماهی در تاجیکستان از آن خواهیم گفت که چرا دعوت جوانان به ارتش سال تا سال پیچیده تر می شود. از شروع موسم بیش از یک هفته می‌گذرد اما شکایت زیادی ساکنان از منطقه‌های مختلف درباره ابله شدن فرزندانشان بیشتر به گوش می‌رسد. بعضی از آنها میگویند که کار به جای کشیده شده است که نیمه شب بدون پرسش در خانه را شکسته زوراً جوانان را به خدمت میبرند. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم و اگر در این فاصله وقت حادثه و یا رویداد دیگر نیز اتفاق افتاد حتما شما را در برنامه اخبار با آن آشنا میسازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک ادنا کلاسیکی همراهی کنید.